کلوب یکی از ریشه های این ملت، یکی از پایه های این ملت، یکی از پایه های این دولت است. اگر سخن از غیرت، متانت، جوانمردی، ایستادگی، وطن دوستی، هنر، فرهنگ می رود، پیش از همه نام کلوب، سیمای کلوب پیش این ماهای اخیر به رمزها و چهره کلوب یک علامت و یک رمزی نوی دیگر همراه شد که این مجسمه مادری کلوب است. در این کاغذ یک شعر نوشتم برای این مادری کلوب: یک شهر همه روحیه آزاد، ای مادری کلوب حلالت باد. دوستان عزیز، پیش از همه سلام و احترام خود را به همه شما میرسونم با اجازت رئیس محترم شهر استاد جمشید سیدزاده، رئیس محترم دانشگاه و مهمانان، صحبت خود را آغاز بکنم. همین در آغاز گفتن که رگلامنت برای سخنرانی تا 40 دقیقه مرا در نظر داشتند. خب برای همین خواهشی برگزار کنندگان این بود که در آخر یک صحبت مفصل کنیم، ولی چون به کلوب آمدیم اجازت بدید اول درباره همین شهر یک نکته رو گویم که ما در جمهوری، در هر کجای جمهوری، اگر سخن از غیرت، متانت، جوانمردی، ایستادگی، وطن دوستی، هنر، فرهنگ می رود، پیش از همه نام کلوب، سیمای کلوب پیشی نظر می آید و کلوب یکی از ریشه های این ملت، یکی از پایه های این ملت، یکی از پایه های این دولت است. بنابراین هر کسی در تمام گوشه‌های جمهوری به خود کلوب، به مفهوم کلوب، به نام کلوب با احترام مناسبت میکند و این احترام را کلوب سزاوار شده است با همون صفتهای بلندی که دارد. این برای شهر. تشکر. و کلوب رمزهای زیاد دارد. اینجا جایگاه و قدمجوی حضرت امیرجان است، ولی در اخیر همین ماهای اخیر به رمزها و چهره کلوب یک علامت و یک رمزی نوی دیگر همراه شد که این مجسمه مادری کلوب است. و این سحر ما زیارت خود را از شهر باستانی کلوب از مجسمه این مادر آغاز کردیم، اونجا عکس گرفتیم، زیارت کردیم. و من از همون، چون مرا اینجا شاعر هم گفتن، از همون پیش هیکل تا اینجا رسیدن، تا این دوستا سخن گفتن، در همین کاغذ یک شعر نوشتم برای همین مادر کلوب و میخواستم که همین شعر که از گرم است، ولی چند دقیقه شده است بسیار گرم است، مثل نانی مادر که از تنور میکند، همین را اول خونم. ببینید این به همین مجسمه مادر، به تمام مادران کلوب، به این مادرایی که در صف پیش نشستند بخشیده میشد. یک شهر همه معرفت و ایمان، یک شهر همه معرفت و ایمان، ای مادر کلوب تو را قربان. یک شهر همه عطر و گل و سوسن، ای مادر کلوب تو را احسن. یک شهر همه فضل و جوانمردی، ای مادر کلوب تو پروردی. یک شهر همه روحیه آزاد، ای مادر کلوب حلالت باد. خب یک شهر همه زمزمه شیرین، ای مادر کلوب تو را تحسین. یعنی که تربیه همین مادران است این همه.
یک شهر همه زمزمه شیرین، ای مادر کلوب تو را تحسین. یک شهر همه خوبی و زیبایی، ای مادر کلوب تو یکتایی. یک شهر همه سلطنتی تاجیک، ای مادر کلوب تو را تبریک. یک شهر همه تربیت و تعلیم، ای مادر کلوب تو را تعظیم. این یک نوع احترام به کلوب، به مادر کلوب، به مردم کلوب بود.